پهلوان معروف تاجیک اکملالدین کریمов در مسابقه بین المللی جام پایه‌گذاران سامبو مقام اول را کسب نموده با مدال طلا سرفراز گشت. این مسابقه روزهای 10 و 11 سپتامبر سال روان در مرکز هنرهای رزمی شهر مسکو برگزار شده. اکملالدین در رشته سامبو ورزشی در وزن تا 58 کیلو اشتراک کرده است. محمود عبداللهیف دبیر کل فدراسیون سامبو تاجیکستان که در جام پایه‌گذاران سامبو وظیفه معاون سرداوری مسابقات را به عهده داشت، 12 سپتامبر با آزادی گفت در این مسابقات بین المللی در مسکو از بین 11 ورزشگری که تاجیکستان را نمایندگی کردند تنها اکملالدین کریمov مدال به دست آورد. او در مسابقه سامبو ورزشی در وزن 58 کیلوگرم که 16 اشتراک کننده بود در فینال خارون تلیشیو را از روسیه مغلوب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. در حساب دسته اوید به سامبو ورزشی میان مردان منتخب تاجیکستان بعد دسته میزبان روسیه که در 6 وزن دیگر غالب آمد مقام دوم را کسب کرد. یادآور میشویم که اکملالدین کریمov ماه نوامبر سال 2021 در مسابقات قهرمانی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر گردید در رشته سامبو ورزشی در وزن تا 58 کیلوگرم اولین بار به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. او در قوه آزمایی نهایی ورزشگر از روسیه سیان خرتک را شکست داد. اکملالدین که شاگرد پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف می باشد، بارها در مسابقات قهرمانی جهان شرکت ورزیده برنده مدال های نقره و برنجی گردیده است. نهایت آرزوی دیرینه این پهلوان پرتجربه تاجیک سال گذشته در 31 سالگیش در تاشکند جامه عمل پوشید. ضمناً اکملالدین کریمov بعد سید مومن رحیمov، بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروov چهارمین پهلوان از تاجیکستان است که در رشته سامبو ورزشی به عنوان قهرمان جهان مشرف شده است.